سلام و مهر خدمت دوستان و همراهان چنل فال دوستی. بهار هستم از چنل فال دوستی، در خدمتتون هستم. امشب هم با یه ریدینگ متفاوت از مسائل احساسی شما و پارتنرتون. قراره که در این ریدینگ بررسی کنیم که مسائل احساسی شما چه اتفاقاتی قراره براش بیفته. این ریدینگ محدودیت نداره و هر موقع که شما این ریدینگ رو گوش دادید میتونید نیت کنید و تمرکز کنید تا این انرژی خوانی براتون اتفاق بیفته. عزیزان دلی که کانال رو ساب دارن لطفاً ویدیوهای ما رو لایک کنن، کامنت بذارن تا ما بتونیم با انرژی بیشتری کنار شما باشیم. خب امشب میخوایم ببینیم که نسبت به مسائل احساسی شما و پارتنرتون چه اتفاقاتی قراره بیفته. یعنی اینکه ذهن حالا پارتنرتون یا حالا دیدگاهش نسبت به شما چه چیزی هستش و چه فکری رو در مورد شما داره. این تاروت فرانسوی پرقدرت امشب میخواد به ما بگه که توی رابطه احساسی شما چه اتفاقاتی قراره بیفته. پس با من تمرکز کنید، نیت کنید و اسم خودتون و اسم پارتنرتون رو 3 بار توی ذهنتون مرور کنید و با نیت و با حالا خلوص اون ذهنیتی که دارید به این ریدینگ گوش بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. میخوایم ببینیم که برای شما چه چیزی رو در نظر گرفته. خب همون جوری که داره به من نشون میده، میگه که توی این رابطه خیلی چشم انتظاری براتون افتاده. انگار توی این رابطه خیلی چیزها براتون روشن شده و حتی داره میگه که توی این رابطه دست و بال بستگی هایی براتون وجود داره. این ارتباطیه که داره میگه که شما و حالا اون چیزی که توی این رابطه میخواید براتون دست و بال بستگی به وجود آورده. حتی میتونم بگم که برای شما توی این رابطه یک حالتی از استرس و ناراحتی و دغدغه رو داره نشون میده. عزیزای دلم، اونایی که حالا آقا هستند و حالا این کلیپ رو دارن نگاه میکنن، پارتنریه که حس شما خیلی قوی داره، زن خیلی قدرتمندی میتونه باشه و حتی شخصیه که توی این رابطه روی کمک شما حساب کرده و عزیزانیه که حالا خانم هستن دارن این کلیپ رو نگاه میکنن، میگه توی این رابطه خیلی خودت رو محدود کردی. حالا محدودیت هایی که میتونه از بابت مسائل احساسی برای شما باشه، خیلی توی این رابطه خودت رو قربانی کردی. یه جورایی داره نشون میده خیلی توی این رابطه داری از خودت میگذری، از خود گذشتگی شما رو داره توی این رابطه نشون میده. حتی دارم میبینم که توی این رابطه میخوای یک سری تغییرات و جابجایی هایی رو داشته باشی. منظور از تغییرات و جابجایی ها یعنی اینکه میخوای توی این رابطه خیلی چیزها رو تغییر بدی و خیلی چیزها رو عوض کنی. حتی میگه که برای شما توی این رابطه به دنبال یک سورپرایز، به دنبال یک شانس و معجزه هستید توی این رابطه. ببین اینجا داره نشون میده که یکی از شما 2 نفر توی این رابطه خیلی داره احساس خرج میکنه، حالا چه به لحاظ احساسی چه به لحاظ مسائل دیگه. میگه یکی از شما 2 نفر اینجا توی این رابطه بیشتر داره خرج میکنه یا بیشتر داره احساسش رو بروز میده، بیشتر داره تلاش میکنه و این تلاش اون رو حالا به قول معروف توی این رابطه دست و بال بسته کرده، توی این رابطه محدودش کرده. ولی چیزی که داره نشون میده، میگه این رابطه ای که احساس علاقه و دوست داشتن دیده میشه.
احساس، حالا میتونم بگم که یک شروع دوباره، یک استارت دوباره برای شما تو این رابطه دیده میشه. شما توی این رابطه میتونید سلطان بانوی اون رابطه باشید. ببین میگه به اون چیزهایی که میخوای تو این رابطه میرسی. برای شما رسیدن به اون خواسته ای که داری تو این رابطه هستش. عزیزانی که توی رابطه هستید، پس این رابطه با تمام نوساناتی که داره، با تمام بالا پایینی هایی که داره، میگه میتونی یه شروع دوباره رو داشته باشی و جایگاه خودت رو تو این رابطه محکم کنی. ببین درسته اینجا داره نشون میده که خودت هستی و تنهایی خودت، ولی این بانو داره نشون میده که توی این رابطه شمایید که به اون خواسته ای که میخواید میرسید. اگر حالا دارید تلاش میکنید، دارید حالا توی این رابطه از خودتون مایه میذارید و الان دچار تردیدها و دودلی هایی شدید، ولی میگه این رابطه‌ایه که میتونی به جایگاه خوبی برسی. عزیزانی که حالا آقا هستند و حالا نیت کردند، میتونم بگم این رابطه‌ایه که خانم خیلی با سیاسته. خانم توی این رابطه عاشق تره. شما هم علاقه رو داره نشون میده ها، شما هم داری احساست رو خرج میکنی، ولی خانم عاشق تره تو این رابطه. خانم توی این رابطه میخواد همه چیز رو کنترل خودش داشته باشه. حتی داره نشون میده که خانم دوست داره که بیای و حالا این مشکلاتی که بینتون هست رو برطرف کنی و بیای به این رابطه یک رنگ و بویی رو بدی و از اون جایی که داره نشون میده این تردیدها و دودلی ها رو بذاری کنار. انشالله که این ریدینگ براتون ریدینگ متفاوتی بوده باشه. انشالله به اون خواستهای ذهنیتی که توی ذهنتون دارید برسید و برای شما بهترین اتفاق بیفته. لطفاً چنل رو ساب کنید، به من انرژی بدید تا بتونم با ویدیوهای بیشتری کنار شما باشم. موفق باشید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.